تو کوشش مکن که دیگران را اصلاح کنی. از پس اصلاح خود شو. هر کاری که تو میکنی برای آنها عبرت است. از بزرگی پرسیدم فرزندت را چگونه تربیت میکنی؟ گفت من فرزندانم را تربیت نمیکنم، من خودم را تربیت میکنم، چون هر عملی را که من انجام دهم آنها تکرار میکنند. پس نمونه باش. فراموش نکن تو به مثل آینه هستی. همیشه نفری پیدا می شود که تو برای او نمونه هستی. هیچگاه اعتقادش را مشکن.